سرخط مهمترین خبرها. بازداشت یک مرد متهم به جادوگری در دوشنبه. شکایت تقصیرانها از بیکاری و روس‌ها از شرمندگی روسیه دست میکشند. سلام بیننده‌های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 8 دکبر است. یک ساکن 35 ساله شهر حصار با فالبینی یا مشغول شدن به سحر و جادو و فریب ساکن گناهکار شده جریمه شده است. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 دکبر در خبرنامه گفت این مرد با استفاده از کارت و لوازمات دیگر گویا تقدیر آینده مشتریان را پیشگویی می‌کرده است و با وعده سحر و جادو از آنها پول می‌ستانیده است. نظر این شخص یا نزدیکانش به اتهامی اعلام کرده مقامات معلوم نیست و روشن نیست که این مرد عیبی نسبتش اعلام شده را تا کجا قبول دارد. در گذشته بازداشت چنین شخصان شبهه و گمان‌های را به میان آورده بود. به قول مقامات شخص متهم که یگان معلومات طبی و دینی نداشته است با راه فریب و استفاده از سوزن و رشته خواهشمندان را گویا دلگرمی و خنکی می‌کرده است. نسبت این ساکن شهر حصار برای مشغول شدن به سحر و جادو پرونده مأموری باز شده او را به مقدار 40 نشان دهنده یا 2560 سومانی جریمه کردند. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین تا امروز شمار روسیگی‌هایی که از شهروندی این کشور دست کشیدند زیاد شده است. رسانه‌های روسیه از چندین حالت دستکشی صاحبکاران و افراد با نفوذ این کشور از شهروندی خبر دادند. در این میان از مؤسس بانک تینکوف الگ تینکوف، بنیادگذار ریولوت نیکولای ستارونسکی، میلیاردر یوری میلنر و چند کسی دیگر نام برده شده است. آمار دقیق اوید بر عزت دهندگان وجود ندارد، بنابراین معلوم نیست که خواهشمندانی که حاضرند از شهروندی روسیه دست کشند چقدر است. در گذشته ویچسلاف پاساونین مدیر مرکز تحقیقات آموزش روندهای مهاجرت به نشریه ایزوستیا گفته بود که مهاجران مرد هم از گرفتن شناسنامه روسیه خودداری کرده به حق اقامت یا RVP قناعت میکنند. این در حالی است که سالانه صدها شهروند تاجیکستان تلاش میکنند همزمان شهروندی روسیه را گیرند. به گفته این افراد گرفتن شناسنامه روسی آنها را از تفتیش و اذیت پلیس و گرفتن پتنت یا اجازه کار آزاد میکند. برخی از راننده‌های تاکسی در دوشنبه شکایت کردند که ناظران راه رقم‌های دولتی ماشین‌هایشان را بی‌اساس می‌چینند و با این راه آنها را از مسافرکشی محروم می‌کنند. آنها گفتند تاکسیرانی یگانه منبع درآمدی آنها بود و حالا نمی‌دانند چیکار کنند. قهرمان گزارشی علیشیر ظریفی و امیر عیسایف هم چند روز است که از جای کارش محروم شده است. راستگاب همین زندگی ما با یک مشقت از پشتی رانندگی میبردیم. خواهد این یک هفته شد راستگاب بیکاریم. این راننده شرکت رخش تاکسی یک هفته می شود بیکار مانده است. مسافرکشانی یگانه منبع درآمدش بوده است، ولی از سوی ناظران راه هشدار گرفته است که با این ماشین دیگر تاکسیرانی نکند. اما رید رفته همه رقم‌ها اینا چه خیلی میبینین تا 2016 من بود چند وای دیگه که میبینین رقم‌هاشون کنده گرفته سن میگن تا 2016 ممکن نیست. اکن کارمندان بازرسی شخصا به خودم درو شد باز زنگ زدن که رقم‌های زد رو آورده سپرید. مثلا فعالیت شما قطع میشود. یکی ما سوال دادیم که آیا مثال بعد ما چیکار کنیم در آینده؟ مثلا به امید گرفتیم که کار کنیم ما. سرافراز 6 ماه پیش از بانک قرض گرفته با هدف مسافرکشانی با مبلغی 83000 سومانی ماشین خریده است. تصمیم منع کاری تاکسیستای مثل او برایش ناگهانی بوده است. قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم، بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم به واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی ای خود ما بود و 60000 دیگه از بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در آمدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم. به امید گرفتیم که کار کنیم. حاضر وضعیت کاری خیلی هم دشوار است. از رهبریت خواهش کردم میشه که یگان چاره‌جویی نمایند. اقلا وقتی هم مثل این جوان چند تن دیگر نیز از برچیدن رقم‌های ماشین‌هایشان اظهار نگرانی نمودند.
дар вазорати нақлиёти тоҷикистон ва корхонаи душанбе нақлиёт хадаматрасон гуфтанд дар мавриди қатъи кори таксиҳо ҳеҷ тасмиме нагирифтаанд. дар ин корхона тасдиқ намуданд ки масъулони ширкатҳои таксиронӣ ба онҳо дар мавриди манъи кори бахше аз таксиҳояшон муроҷиат карданд, вале аз идораи бозрасии давлатии автомобилӣ посух дарёфт карданд ки рейд дар нисбати таксиҳо бар асоси нақшаи корӣ аст. дар бозрасии давлатии автомобилӣ шаҳри душанбе шарҳ надоданд ки сабаби барчидани рақамҳои давлатии таксиҳо ва ё манъи фаъолияти бархе аз таксиҳо дар чист, вале ронандаҳо мегӯянд мехоҳанд донанд ки расман далели манъи фаъолияташон дар чист. дар мавриди фаъолияти таксиҳо ва тасмими манъи кори бахше аз онҳо назари роҳгузарон гуногун аст. کاری تاکسی ها بنیاید خوب بود تا همون روزی که نمره‌شون گرفتن. مثال من هر سال بچه‌م از سایت می بردم تلفن میکردم 3 minut می اومد تا خونه آهازی بچه‌م میگیرم وای خواه برداشته گدیت 500-600 متر لولوی راه میام بعد یگان تاکسی اگر که بیا و میشینم میرم ساعت‌های 2 شب و 3 شب که زنگ زنیم در همین تریتوریای شهر ما را میان کارمون اجرا میکنن. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4000 تاکسی که در شرکت‌های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی‌ها از این آمار بیشتر است. تصمیم نوبتی مقامات میتواند ده‌ها ساکن دیگر را مثل سرافراز شریفوف از جای کار محروم سازد. قازاقستان پیشنهاد پوتین را درباره اتحاد سه‌گانه گاز جانبداری نکرد. رمان واسیلینکو معاون وزیر کارهای خارجه قازاقستان گفت کشورش اجازه نمیدهد که برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده شود. کارشناسان میگویند تأسیس اتحاد گاز میتوانست به کرمل امکان دهد که تحریم‌های غرب را دور زند و گازش را به فروش برآورد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقات با همتای قازاقستانیش قاسم جومارت توقایف در آخر ماه نوامبر پیشنهاد تأسیس اتحاد گاز را بین روسیه، ازبکستان و قازاقستان کرد. توقایف روز 28 نوامبر در شهر مسکو بعد از دیدار با پوتین درباره چنین پیشنهادی خبر داده بود. رسانه‌های مربوط به کرمل در روسیه موضوع اتحاد گاز را میان روسیه، قازاقستان و ازبکستان به طور گسترده انعکاس می‌کنند، اما از موقع رسمی قازاقستان و ازبکستان یادآور نمی‌شوند. در میان بیمون نگرانی‌ها از حمله‌های احتمالی یکجایی روسیه و بلاروس به اوکراین از قلمرو بلاروس، مقامات این کشور طرح قانون درباره تعیین جزای قتل برای خیانت به دولت را قبول کردند. طرح اصلاح کدکس جنایی روز 7 دکبر در قرائت اول قبول شد و بر اساس آن هر مقام رسمی و یا نظامی اگر به دولت خیانت کند به قتل محکوم می شود. بر اساس این سند همچنین برای نشر اطلاعات بدنام کننده درباره نیروهای مسلح بلاروس جزا تعیین شده است. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 دکبر به خبر نمانیم. 8 دکبر سال 1965 در دوشنبه کمبینات شیر تأسیس شد که در یک بست 110 تن شیر را کارکرد میکرد. این کارخانه مهمی تاجیکستان شوروی بود که با استحصال دهها نمود شیر، قیماق و جرغات و دیگر محصولات شیری معروف شد. امروز هم این کارخانه فعالیتش را به حیث شرکتی سهامی ادامه میدهد و روز بیش از 80 نمود محصولات شیری استحصال میکند. 8 دکبر سال 1991 در قلمرو جمهوری بلاروس رهبران روسیه، بلاروس و اوکراین سه کشوری که اول شده تأسیس SSSR را زمینه گذاشتند درباره برهم خوردن این کشوری عبارت از 15 جمهوری خبر دادند. سازشنامه با نام بلاویژیا که با نام جنگلزار بلاویژیا در بلاروس معروف شد، تأسیس اتحاد جمهوری‌های مستقل را در قلمرو اتحاد شوروی زمینه گذاشت. تاجیکستان که تا آن زمان 3 ماه بود یک جمهوری صاحب استقلال اعلان شد، یکی دیگر از اعضای SNG یا اتحاد کشورهای مستقل گردید. بانک ملی روز 8 دکبر سال 2017 اعلام کرد که به بازار جهانی یورو بوندهای تاجیکستان را میبرارد. تاجیکستان با نشر و فروش وامبرگ و یا به اصطلاح یورو بوندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانش کمی بیشتر از 7% می باشد. ولی برخی متخصصان درستی این تصمیم را در شرایط خیلی بلند بودن قرض خارجی تاجیکستان زیر سوال بردند. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خرج خواهد شد.
غروب اسعار خارجی شبانه روز اخیر بی تغییر بوده. در بانک‌های تجارتی 100 دلار آمریکایی به 1010 سومانی و 1000 روبل روسی به 155 سومانی عوض کرده می شود. بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.